ماتریس میشه تشبیهش کرد به یه فانکشن. یه فانکشن چیکار میکنه؟ یه فانکشن f یه عدد میگیره و یه عدد خروجی میده. ماتریس A یه بردار x رو میگیره و یه بردار AX میده. پس این از کاری که یه ماتریس داره انجام میده. شبیه یه فانکشن داره عمل میکنه. خب حالا من اول آیگن وکتور رو میگم، بعد آیگن ولیو از توش در میاد که دقیقاً چیه. بردار ویژه ی آیگن وکتور اینطوری تعریف میشه. ببینید من وقتی مقدار x رو به تابع f میدم، یه fxی به من میده که این fx لزوماً با x برابر نیست. میتونم برابر بشه ولی لزوماً اینجوری نیست. من وقتی بردار x رو به ماتریس A میدم، یه بردار AX به من میده که این AX لزوماً پرالل یا موازی بردار x نیست. اگه بردار x من مثلا یک چنین جهتی داشته باشه، بردار AX من میتونه یک جهت این شکلی داشته باشه. اینا لزوماً به موازات همدیگه نیستن. ولی من میتونم بردار x هایی رو پیدا کنم که AX به موازات اونها در بیاد. یعنی مثلا اگر بردار x من یک همچین چیزی باشه، بردار AX من هم تقریباً که یعنی دقیقاً تو همون جهت باشه، اما خب مثلا بزرگتر یا کوچیکتر. یعنی AX مساوی لمدا در x بشه. به x گفته میشه بردار ویژه و به لمدا گفته میشه مقدار ویژه. این لمدا میتونه عدد منفی، میتونه عدد صفر باشه و قطعا عدد پوزیتیو هم که میتونه باشه. اینکه لمدا صفر بشه یه حالتهای خاصی رو برای ما به وجود میاره که خب ما توی این ویدیو نمیخوایم در موردش صحبت بکنیم. برای ما تمام لمداها عین هم دیگن، ولی فقط این رو در کنارش بگم که اگر ماتریس A یه ماتریس سینگیولار باشه یعنی چی؟ یعنی لمدا مساوی با صفر یه آیگن ولیوه یا یه مقدار ویژه است. خب الان کاری که ما میخوایم انجام بدیم اینه که بگیم شما این x و لمدا رو چجوری باید به دست بیاره. یه ماتریس A به شما میده، شما میخواین که بردار ویژه و مقدار ویژه‌ش رو به دست بیاره. قبل از اینکه یه راه سیستماتیک برای پیدا کردن اون x و لمدا بگیم، یه مثال بزنیم که یه ذره بهتر جا بیفته. فکر کنید ما توی یه فضای سه‌بعدی هستیم. x، y و z و ماتریس A ما یک ماتریس پروژکشنه، یه ماتریس تصویر کننده است.
هر برداری که شما بهش بدید توی این فضای 3 بعدی اون رو تصویر میکنه روی صفحه X و Y. خب یعنی چی؟ بیاییم مثلا یه بردار مثال بزنیم ببینیم که آیا این بردار ویژه هست یا نه. مثلا میگم که خب یک همچین برداری رو من دارم. آیا این بردار یک بردار ویژه است؟ خب میدیمش به ماتریس آ. ماتریس آ میندازتش روی صفحه X و Y. میشه مثلا یک همچین چیزی. بدیهیه که جهت این بردار عوض شده. خیلی هم عوض شده. در نتیجه این بردار که مثلا اسمشو بذاریم بردار X یک بردار ویژه نیست. وقتی بردار ویژه این ماتریس A نیست، وقتی که دادیمش به ماتریس A دیدیم که برداری که ماتریس A به ما تحویل داد که این A X باشه جهت X رو کاملا عوض کرد و کاملا هم قابل حدسه که چه بردار ویژه ماتریس A خواهند شد. بردار ویژه ماتریس A بردارهایی هستن که داخل این پلین قرار بگیرن، داخل این فضای X و Y قرار بگیرن. من اگر یک همچین برداری داشته باشم و بدمش به ماتریس A چه برداری به من میده؟ همین بردار رو به هم میده چون خودش توی فضای X و Y هست. پس عبارت ما چه شکلی میشه؟ من اگر اسم این بردار رو بذارم X، این بردار اسمش بگیم که X. اون وقت اتفاقی که میفته اینه که AX مساوی می شود با خود X. این یعنی X یک بردار ویژه است و لمداش چیه؟ مقدار ویژهش چنده؟ مقدار ویژهش برابره با 1. حالا احتمالاً به ذهنتون میرسه که بردارهای دیگه هم وجود دارن که اگر ما به ماتریس A بدیمشون جهتشون عوض نمیشه. چه بردارهایی؟ بردارهایی که عمود بر این پلین X و Y باشن. من اگر یک همچین برداری داشته باشم مثلا بگیم X2، اگر بدمش به ماتریس A AX که به من میده چنده؟ 0. جهت بردار X2 عوض نشد. در نتیجه X2 یک بردار ویژه است. لمدا چنده؟ لمدا 0. خب حالا بیاین یه مثال دوم بزنیم. هنوز هم وارد یک فضای سیستماتیک برای حل این مسئله نشد. دوباره یه ماتریس A دارم که یک پرمیوتیشن ماتریکس، یک ماتریس چرخشه. مثلا 0 1 1 0. این یه ماتریس چرخش بهش میگن. مثلا اگر من بردار x1 x2 رو درش ضرب کنم این چی به من میده؟ این به من میده x2 x1. خب حالا من دنبال بردار ویژه و مقدار ویژه های این ماتریس A هستم. خب همینجا با همین چیزی که نوشتم میتونید یه حدسایی بزنید. من دنبال این هستم که یک بردار x1 و x2 بدم و axی که من میگیرم که الان دیدیم x2 x1 هستش.
در یک لمدایی بشه همون x1 x2. خب حدسش یه ذره راحته. مثلا چه برداری میتونیم مثلا بگیم؟ برداری که خب x1 و x2 با هم برابر باشن. یه بردار xی که من میتونم مثال بزنم به عنوان بردار ویژه مثلا هست 1 و 1. axش هم برابر با همون 1 و 1 میشه. خب پس این شد یه بردار ویژه، لمداش هم هست 1. یه مثلا حالت دیگه هم میتونیم حدس بزنیم که x2 و x1 قرینه هم دیگه باشن. بیاین یه x2 مثال بزنیم. فکر کنید x2 منفی 1 و 1 باشن. اون وقت بردار ax چی میشه؟ میشه 1 و منفی 1. لمدا چی میشه؟ میشه منفی 1. حالا کاری که میخوام بکنم اینه که یه ذره یه قدم به جلو بردارم و یه فکت به شما بگم. اگر ماتریس A شما یک ماتریس n در n باشه، n تا آیگن ولیو داره. پس اگر ماتریس A من یه ماتریس n در n باشه، این ماتریس n تا آیگن ولیو داره. و یه فکت جالب دیگه هم میخوام بگم. مجموع آیگن ولیوهای یه ماتریس، مجموع مقدار ویژه های یه ماتریس برابر میشه با مجموع مقادیر روی قطر اصلی. پس اگه من تونستم یه دونه مقدار ویژه رو حدس بزنم که یکه، اینو میدونم که چون ماتریس A من 2 در 2، پس من یه دونه مقدار ویژه دیگه دارم و چون مجموع مقادیر روی قطر اصلی ماتریس A 0، پس اون مقدار ویژه برابر با منفی 1. این فکت رو چجوری بنویسم؟ مثلا می نویسم که سامیشن مجموع مقدار ویژه های ماتریس A برابر میشه با A11 به اضافه A22 به اضافه تا به اضافه ANN، یا به طور مختصرتر میگیم زیگمای آی برای آی از 1 تا N. کاری که الان میخوام انجام بدم اینه که یک حل سیستماتیک برای به دست آوردن لمدا و x بگم. خب میگیم که ما اینو میدونیم ax مساویه با لمدا x. همینو میدونیم دیگه، چیز بیشتری که نمیدونیم. چجوری میخوام اینو حلش کنم؟ لمدا x رو بیاریم این طرف. میتونم بنویسم a منهای لمدا i در x مساوی است بس. x ما که خب 0 نیست، چون اگرم 0 باشه برای ما اهمیتی نداره. آیگن وکتورها بردار ویژه های غیر 0 برای ما مهمن. اینکه من بگم x 0 خب در هر چیزی میشه 0 که خب این چه اهمیت و کاربردی میتونه برای من داشته باشه. پس باید در مورد AMN های لامدا I یک حدسی بزنم.
A منهای لامدا آی در x ضرب شده و جواب شده 0. A منهای لامدا آی باید سینگیولار باشه. اگه براتون واضحه چرا، یه قسمت از ویدیو رو بزنید جلو و بقیه حل رو ببینید. اگر متوجه نمیشید که چرا، میخوام الان اینو توضیح بدم که چرا A منهای لامدا آی باید حتما سینگیولار باشه. اولا که سینگیولار چیه؟ یه ماتریس سینگیولاره اگر و فقط اگر if and only if دترمینانش برابر با 0 باشه. دترمینان یه ماتریس چیه؟ توی یک ماتریس مثلا قطری همه اینا رو میشه به هر این بعدی طبیعتاً تعمیمش داد، ولی من برای سادگی در مورد ماتریس دو بعدی حرف میزنم. برای مثلا یه ماتریس دو بعدی میشه قطر اصلی عادی منهای BC مساوی است با، توی این حالتی که ما داریم میگیم خب حالا مساوی است با 0. دترمینان این ماتریس دو بعدی رو نوشتم. خب حالا من دارم ادعا میکنم که اگر یه ماتریس داشته باشم، مثلا تو حالت ساده ماتریس دو بعدی ABCD رو در نظر بگیریم، ضرب در یک برداری بشه مثلا X و Y و جواب من هم خب یه برداری میشه طبیعتاً مثلا E و F. من دارم میگم اگر که مقدار E و F برابر با 0 باشه، یعنی این ماتریس من ضرب در بردار من برابر با 0 شده باشه، برای اینکه شما بتونید این ماتریس مشخص رو به دست بیارید، این حتما باید سینگولار باشه. چرا؟ این رو اینجوری می نویسم. ببخشید مساوی 0 این یادم رفته. این رو مساوی این شکلی می نویسم. میگم که خب عادی منهای BC مساوی است با 0. یعنی چی؟ یعنی آبیوم مساوی است با سیدیوم. قبوله؟ خب حالا من این ماتریس رو میخوام حلش بکنم. اینو توی این ماتریس رو توی این بردا ضرب بکنیم، میشه AX به اضافه BY مساوی است با 0. CX به اضافه DY مساوی است با 0. درسته؟ خب حالا بیاییم مثلا Y رو بکشیم بیرون. Y به طور خاص چی میشه؟ میشه منهای A بیوم X. Y اینجا چی میشه؟ Y میشه منهای C دیوم X. درسته؟ خب الان چه نتیجه میتونیم از این بگیریم؟ از این میتونیم نتیجه بگیریم که آبیوم مساوی است با سیدیوم. پس اگر ماتریس A ماتریسی در بعداری ضرب بشه و جواب بشه 0، اون ماتریس حتما باید دترمینانش برابر با 0 باشه، پس یک ماتریس سینگیولاره. پس من تا اینجای کار به این نتیجه رسیدم که ماتریس A منهای لامدا آی باید سینگیولار باشه. این یعنی
داریم میگیم که میخوایم که نه، باید دترمینان ماتریس A منهای لامدا آی برابر با 0 باشه. پس من اول دارم لامدا رو به دست میارم. اول باید لامدا رو به دست بیارید. یه دونه لامدا هم نیست دیگه. n تا لامدای متفاوته که البته ممکنه n تا لامدای متفاوت هم نباشه. ممکنه که ما لامدای تکراری داشته باشیم. توی یه سری از مسائل این حتی میتونه یه سری مشکل برای ما ایجاد کنه، ولی حالا فعلا بیایم امیدوار باشیم که n تا لامدای ما قراره که متفاوت باشن. وقتی که لامدا رو به دست آوردیم، حالا به دست آوردن x کار نسبتاً راحتیه. اصطلاحاً گفته میشه که این داره به نال اسپیس میره، چون ضربشون مساوی با 0 شده، داره به نال اسپیس میره و خب توی این همچین شرایطی پیدا کردن x خیلی کار راحتیه. شما باید پیوت کالم ها رو به دست بیارید، بعد از طریق اون متغیرهای آزاد فری وریبل هاتون رو به دست بیارید و بعد به راحتی بردار x به دست میاد که حالا فعلا ما با اون کاری نداریم. صرفا دادم به این اشاره میکنم که اگر لامدا رو به دست بیارید، پیدا کردن بردار x کار راحتی میشه. خب یه مثال ساده بزنیم، شروع کنیم دنبال آیگن ولیوهاش گشتن. یه مثال خیلی ساده میزنم. یه ماتریس 2x 3-1-x. این ماتریس 2x2 و یه ماتریس سیمتریکه. هر چقدر که دارم ویژگی میذارم روی این ماتریس اولیه، انتظارم اینه که خروجی که دارم میگیرم خروجی خاص‌تری باشه. منظورم چیه؟ حالا من در مورد این مسئله صحبت نکردم، ولی میخوام یه ذره بهتون نشون بدم که اینا همه به هم ربط دارن. الان این ماتریس یه ماتریس متقارنه. مثال قبلی رو نگاه کنین، پرمیوتیشنه بود در این مثال. این هم یه ماتریس متقارنه، درسته؟ بردار ویژه‌ش رو نگاه کنین، بردار ویژه هاش رو. چیزی نظرتون رو جلب نمیکنه؟ این دوتا بردار ویژه که برای این ماتریس به دست آوردیم، ضرب داخلیشون 0، بعد هم عمود شدن. اینا همه ویژگی هاییه که میشه در موردش صحبت کرد. حالا کاری نداریم، ما این ماتریس رو داریم و میخوایم خیلی سیستماتیک بریم دنبال مقدار ویژه هاش بگردیم. خب گفتیم که ما باید ماتریس این اگه ماتریس آ باشه، باید دترمینان آی منهای لامدا آی برابر با 0 باشه. آی منهای لامدا آی میشه 3 منهای لامدا 1 3 منهای لامدا. دترمینانش برابر میشه با 3 منهای لامدا به توان 2 منهای 1 مساوی است با 0. همینجا معلومه که مقادیر لامدا چندن دیگه. 1 رو میبرید اون ور، 3 منهای لامدا باید برابر با 1 یا منفی 1 باشه. لامدا برابر میشه با 2 یا 4. ولی بذارید که بازش کنم بنویسمش. اگه اینو بازش کنیم چی میشه؟ میشه لامدا 2 منهای 6 لامدا به اضافه 8. درسته؟ چرا ترجیح دادم اینو بازش کنم؟ این 6 رو نگاه کنید.
جمع این دوتا 3 روی قطر اصلیه. این 8 رو نگاه کنید. این 8 دترمینان ماتریس آی. بازم کاری نداریم. ما آیگن ولیومون به دست اومد. مقادیر ویژه های ما شدن 2 مقدار 2 و 4. حالا بریم بردار ویژه پیدا کنیم. برای به دست آوردن بردار ویژه ها باید نال اسپیس ماتریس آی منهای لمدا آی رو به دست بیاریم. لمدا رو بذاریم 4. ماتریس آی منهای لمدا آی چی میشه؟ میشه -1 -1 -1. الان ما باید نال اسپیس این رو پیدا کنیم. اگر نمیدونید نال اسپیس چیه توصیه میکنم که حتما برین یه ویدیوی دیگه مربوط به اون مبحث رو ببینید. برای به دست آوردن خب اینو با چشمم میشه گفت، ولی همینطوری به صورت آگمنتد عمل میکنیم. 1 -1 میایم سطح 1 رو از 2 کم میکنیم، میشه -1 1 0 0. به این نتیجه میرسیم که -x1 به اضافه x2 باید برابر با 0 بشه. خب این یه خط رو به ما میده دیگه. بی نهایت x1 و x2 رو میتونیم اینجا بذاریم. ولی حالا ما یه x1 x2 مثلا یه نمونه در نظر میگیریم، مثلا 1 و 1. حالا لمدای 2 مساوی با 2 رو در نظر بگیریم. آی منهای لمدای آی مساوی می شود با 1 1 1 1. دوباره آگمنتد ماتریکسش رو شکل میدیم، میشه 1 1 0 0 0 0. به این نتیجه میرسیم که x1 به اضافه x2 مساوی است با 0. این یعنی x1 و x2 باید قرینه باشن. حالا مثلا یه حالت خاصش رو مثلا یه دونه مقدار بخوایم قرار بدیم، مثلا میگیم که -1 و 1. خب احتمالاً باید یاد مثال قبلیمون افتاده باشیم. چه اتفاقی افتاده؟ بردار ویژه های ما عوض نشدن. مقدار ویژه های ما 3 تا بهشون اضافه شده. برای ماتریس چه اتفاقی افتاده بود که ما یه همچین نتیجه ای رو گرفتیم؟ ماتریس ما به قطر اصلیش 3 واحد اضافه شده بود. اینو ببرم کنار هم دیگه بهش نگاه کنیم. این ماتریس و ما یک چنین مقدار ویژه و بردار ویژه هایی داد. اگر ما اومدیم 3 واحد به مقادیر قطری اضافه کردیم، یا بذارید به این شکل بنویسم، اومدیم این مقدار رو به اضافه 3 کردیم، این مقدار رو هم به اضافه 3 کردیم، بردار ویژه ها ثابت موند، مقدار ویژه به اضافه 3 شد به اضافه 3 شد.
از اولش هم معلوم بود که این اتفاق میفته. من دارم چیکار میکنم؟ دارم لمدا رو از روی آی منهای لمدا آی به دست میارم. خب بعد من اومدم چیکار کردم؟ اومدم آ رو به اضافه 3 تا آی کردم. خب طبیعه دیگه، لمدا هم به اضافه 3 میشه. ولی در نهایت بردار ویژه من عوض نمیشه. خب خیلی بحث میشه کرد در مورد این بردار ویژه و مقدار ویژه ها و خیلی میتونن ویژگی های مختلفی رو از ماتریس به من بدن، ولی برای این ویدیو تا همینجا کافیه. امیدوارم که تونسته باشم کسی رو کمک بکنم.